سلام میکنم به همه دوستان عزیز طرفداران گرامیمون توی پیج یوتیوبی عرفان. خب من عرفان هستم. اومدیم با دوست خوبم مهران یه ویدیوی دیگه اومدیم بگیریم براتون. ویدیوی جدیده که امیدوارم دوست داشته باشید و تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. بچه‌ها لایک، سابسکرایب، زنگوله اگه دوست داشتین بزنید. ما بچه‌ها پرریم اول سابسکرایب می‌خوایم بعدش حالا سلام بچه‌ها. میدونی حقیقت رو داره میگی، هر کی که توی کار است همه دنبال همیناه. بالا 1000 تا ساب داشته باشی استرس اینو نداری که کسی ساب کنه. چون دیگه 1000 تا رو داری، ولی چون الان اینجا مثلا ما کلا 3 تایه 2 تایه کلا تا الان فکر کنم 2 تا کلا سابسکرایب داریم. خب و باید 2 تا نگاه کنی فضای قشنگی. بدونین عشق به کار ما الان داریم تمام تلاشمون میذاریم چون دوست کار. آره چون دوست داریم هم چی کاری رو ادامه بدیم. برای همین نیازمند حمایت هم هستیم توی این مسیر. این عنوان ویدیو بچه‌ها سوال پرسشه. اطلاعاته که مثلا از بقیه از هم بکشیم بیرون. یک سری اطلاعاتیه که عمومی هم هستش، اطلاعات شخصی نیستش. حالا ما بخوایم چیز کنیم از سلیقه ها، از علاقه ها، مثلا از این چیزا داریم سوال میپرسیم که یه جوری آشناییته مثلا با بقیه. آره آشناییت از خود آره نه مثلا آشناییت از ما به شما، مثلا یکم ما رو بشناسیم یه زمینه، مثلا ما به چیا علاقه داریم به چیا. خب بچه‌ها چالشمون 5 ثانیه‌ایه. بپرس من اول. خب بزن بریم سراغ سوالا. خب 3 تا از شهرهای مورد علاقت. توکیو، مشهد، دیگه لس آنجلس. 4 ثانیه 4 ثانیه و 27 ثانیه. البته مشهد، توکیو، مشهد که الان داریم زندگی میکنیم شهر مورد علاقه من واقعا. چون توش به دنیا آمدم. و یکی دیگه لس آنجلس، می‌خواستم یه چیز نیویورک رو بگم لس آنجلس گفتم. بالاخره یه کشوری هستش دیگه. بپرس. 3 تا از حیوان مورد علاقت. ببر، یوزپلنگ، جگوار. تازه کمتر دیرتر زدم. 3 تا از اتفاقاتی که دوست داری در آینده برات بیفته. ای خیلی سخته وایسا. نه خیلی سخته نداره. 3 تا از اتفاقاتی که دوست داری برات بیفته. خب خیلی سخته بابا آینده دوست داری چی بشه؟ برو بگو. خب 3 تا از اتفاقاتی که دوست داری آینده برات بیفته. یکی کنکور قبول شم، یکی دانشگاه برم، یکی که دیپلم بگیرم، لیسانسمو بگیرم. دیر شد. خب خیلی سخت بود سوالت. من میخوام من ربطی نداره، میتونی سخت بپرسی. تا الان بچه‌ها 1-0 من جلویم. 1-0 به نفع من. البته که سوالش سخت بود اشکال به من ربطی نداره. باشه. 3 تا از برندهای ماشینی که دوست داری. بنز، بی ام و، تسلا. تسلا در اصل این 3 تا هم دوست ندارم. 3 تا از فوتبالیستای ایرانی که دوستش داری. علی کریمی، علی دایی، وریا غفوری. با این که استقلالیه وریا غفوری ولی خب دوستش دارم. چقدر روحیت پیره. علی دایی، علی کریمی. نه خب میدونی اینا افتخارات کشورن. آره لژندای فوتبال ایرانن، باید هم دوستشون داشته باشی. حالا فرق نمیکنه که مثلا سنش زیاد باشه، ولی خب وریا غفوری رو مثلا دوست دارم که به حمایت از مردم بلند شد و فوتبالش سر این خراب شد. برای همین دوستش دارم. خیلی هم خوشگل. واقعا خیلی بازیکن خوبی هم بود. 3 تا از اتفاقات خوبی تو زندگی برات افتاده. این که رو تختم، این که مدرسه میرم، این که گوشی دارم. یعنی چی رو تختم؟ من 5 ثانیه رد شده بذار. نزد دیرتر زدم. یعنی چی رو تختم؟ یعنی چی رو تختم؟ از این که رو تختی خوشحالی؟ نه اون رو تختی که بچه‌ها تو ذهنتونه. نه یعنی کاری ندارم. خوشحالی از این که بیکاری. خب مدرسه هم که کلن الکی گفتم ولی گفتم. 3 تا از اتفاقات خوبه که برات افتاده مدرسه هم جزوش. گوشی دارم هم اصلا چیز زیاد عادی چرت و پرت گفتم. خب برو.
میتونی پر کنی. نه برو. یعنی فقط سه تا چیزی که به ذهنت برسه رو بگه. خب منم رسیدم اینجوری. الکی گفتم گوشی. بگو. سه تا چیزی که الان دوست داری چی میگن؟ سه تا چیزی که الان دوست داری نباشه تو زندگی، یعنی برات اتفاق نیفته. ها اتفاق نیفته دیگه زدم. یکی مرگ پدر مادر، یکی که خب خیلی سخته بخوام اتفاق نیفته، نمیدونم سه تا اتفاقاتی که خب برام اتفاق نیفته. خیلی سه تا چیزی که دوست نداری برات اتفاق بیفته: فقر، پیشرفت نکردن، حالا تو یوتیوب هر جا، کنکور قبول نشی. تو قبلی هم گفتی کنکور دوک. خب تو الان خودت همینا رو توی 5-6 ثانیه گفت، مثلا 5-6 ثانیه نه، تو 7-8 ثانیه گفتی. الان فکر کردی بهش گفتی؟ نه من خود تو 5 ثانیه نمیشه بهش فکر کرد. دوست داری سه تا بهتره بگی دوست نداری با کدوم از حیوانات مثلا رو در روشی؟ گربه، زرافه، کرگدن. گربه که الان بری بیرون توی کوچه ها پر از گربه. دوست ندارم به خاطری که از گربه خوشم نمیاد. حالا همه خوششون میاد، من خوشم. زرافه چون حس میکنم ببینمش میگرخم مثلا به اون گندگی. کرگدن هم به خاطر اینکه نسلش داره منقرض میشه، یعنی دوست ندارم ببینم که داره تلف میشه، چون کرگدن سفیدم کلا نسلش منقرض شد. نسلش منقرض شد. دوست نداری؟ خب من سوالم این بود دوست نداری باشون رو در روشی؟ خب دیگه نمیخوام ببینمشون دیگه. چون هر کدومش هم یاد یه چیزی من. اوکی. چون گربه هر کدوم دلیل دارم. گربه به خاطر اینکه 33 نوع حیوان رو منقرض کرده، همین گربه کوچیک میبینی. زرافه هم به خاطر اینکه دلیل خاصی ندارم، فقط به خاطر اینکه خیلی گنده درازه، مثلا گنده فقط گردنش خیلی بلنده، تنه هم اندازه فیله. خب کرگدن هم که دلیلمو گفتم چون دارم منقرض. باش بگو. تو بگو. ها من بگم؟ من از سوال پرسیدم. سه تا از حیوانایی که دوست نداری ببینی. دوست نداریم ببینم؟ یه دقیقه واسه من باز نشونی. این همون سوالی که پرسیدی رو خودت جواب بده. ها من دوست ندارم. آره 3 2 1. عقاب، شاهین، کلاغ. نمیدونم همینجور گفتم دیگه. من همه حیونا دوست دارم. عقاب، شاهین، من همه رو دوست دارم. دوست دارم باش رو دارم. شاهین رو دوست نداری؟ سرتن حیوان دنیای. نه شاهین رو دوست ندارم. کلاغ. الان صبح تا شب از اینجا کلاغ رد شده. الان ما پام بذارم بیرون گربه همه میاد. گربه حالا ببینه کلاغ جلو نشسته. خوبه دیگه شعر بره دیگه. شما پر کن. واقعا پر کن. 3 تا از کشورهایی که دوست داری بهشون مهاجرت کنی. ونکوور کانادا، تورنتو کانادا، توکیو. خوبه. من گفتم کشورها، شهرشو حالا اشکال نداره شهرش هم دوباره میگم. نه درسته. مثلا گفتی مثلا ونکوور کاناداشو گفتی نه. خب نگاه کن اینجا گفتن 3 تا از کشورها، تو 2 تا کشور بگم بگو. 2 تا کشور مثلا گفتی سوختی آقا برو. نه برو سوختی. فکر کردم گفتی شهر. بگو دوباره. نه دیگه گفتم کشور. دوباره بگو. نه نمیشه دوباره دیگه سوختی داشت برو. اوکی یک. بذار یک امتیاز ما بگیریم. مشکل داری بابا. دوست داری 20 سال دیگه چجوری باشه؟ 20 سال دیگه هم چجوری باشه؟ پولدار باشم دیگه، تحصیل کرده باشم، موفق باشم تو هر زمینه. 5 ثانیه گذشت. خب کم تا بخواد سوال من گفتم واضح گفتم 20 سال دیگه دوست داری کجا باشی؟ چی گفتی؟ دوست داری کجا باشی یا چه کاره باشی؟ 20 سال دیگه دوست داری تو چه مقطعی باشه؟ قشنگ واضح الان گفتم دیگه. 5 ثانیه شد. داشت 2 ثانیه اولش مکس بود، داشتم فکر می‌کردم. من رفتی نداره مکس. خب 2 1 کاملا 2 1 2 1. 3 تا از بازیایی که دوست داری تو کامپیوتر بازی کنی. حداقل تو 5 سالیه یک شو میگفتی دیگه. نه واسه خیلیه تو ذهنم هست، اسمش هم نمیاد بالا. دیگه بپرس. نه دیگه سوختی دیگه. آز چیه دوباره بپرسی؟
مثلا 7 ثانیه مور حالا باید قبول می‌کنی. نگاه مثلا وارزون خب الان داره به ذهنت میاد. دیابلو الان داره به ذهنت وارد خدا تو ذهنم بود نیومد بالا. خب اصلا ذهنم رفت تو و اینا مثلا. حالش کنه 2-2 بازی رو تمومش می‌کنی بجا. 3 تا از چیزایی که دوست داری. چرا همش دوست داری سوالای 3 تا از چیزا 3 تا از نمیدونم فلان. بابا دوست داری. خب خیلی خوبه قشنگ میاد تو آدم. بابا یک سوال مثل من سوالا آسون بپرس. آسون آره دارم بهت آسون میگیرم. سوالی ازت میپرسم. بپرس. ولی لژنداش فرق نمیکنه. برش بپرس. 3 تا از قطعات کارت گرافیک. کارت گرافیک من سررشته‌ای ندارم تو کارت گرافیک. من ربطی نداره. 4. خب وقتی سررشته نداری چرا باید بپرسی مثلا؟ گفتی سوال سخت بپرس. فن، قاب، خب کولینگ باشه. اما من تو سوال ازت میپرسم مثلا 3 تا از قطعات کولرگازی رو مثلا بگم. خب بذار سوال ازت بپرسم. هم راستای همین سوالت میخوام سوال بپرسم. 3 تا از لوازم خنک‌کاری ماشین. کولر، بادزن، پنجره، شیشه. 3 تا از قطعاتشو گفتن نه اون چیزاشو. 3 تا از قطعاتی که داخل کولر. ماشین میذارن. قطعات کولر. البته باختی دیگه. نه کولر چیه؟ خود کولر داره با چیزی. 3 تا از قطعاتی که تو ماشین خنکت میکنه. گفتم باد بزن. من گفتم خنک‌کاری ماشین. کولر، پنجره. ماشین خنک پنجره. ماشین خنک میکنی یا خودت خنک؟ بابا از قطعاتی که تو ماشین میذارن مسئول خنک‌کاری ماشینه. خب بگو دوباره. بگو. خب 3 تا از قطعاتی که تو ماشین میذارن که مسئول خنک‌کاری ماشینه. فن، سیم، قابی که اون توه. گفتم. فن، سیم، قابی که اون توه. قاب چیه خب؟ بذار برات توضیح بدم. فن خنک میکنه دیگه. فن از جلو میکشه. سیم هم که همه چی هست. تو همه چی هست. خب اون قاب هم که اون قابشه دیگه. اگه اون قاب نباشه هوا میره این ور اون ور. اون از تو قاب هوا رد میشه. فن که قاب نداره. چرا؟ فن قاب نداره. فن بازه. قاب نداره دور و برش. مگه قاب نداره که اونو نگه داره؟ اون دور و برش یه حالت پلاستیکی. قاب مگه فن ماشین اون لاکی که تو اون هوا ازش میاد بیرون لاکه. خب بچه‌ها اصلا زبانم قاصره از کجا شروع کنم. وسط ویدیو حافظه تموم شد، ویدیو قطع شد و الان تقریبا نصف سوالام یادمون نیست. چون خیلی هم مغزمون نمیکشه چی بود. ولی بچه‌ها ته بازی 3-2 شد. تنها تیکه‌ای که از ویدیومون این بود که شروع کنیم و حالا درباره چی یک توضیح دیگه بده به بچه‌ها. آره دیگه حالا چون گفتیم ما اینا همه رو، ولی خب ویدیو قطع شده و حالا دوباره میگیم اشکال نداره. عزیزانی که تا اینجای کار ما رو همراهی کردن، ویدیو رو دیدن تا اینجای کار، اگه دوست داشتن از ما حمایت کنن، لایک، کامنت، ساب یادتون نره، چون ما به حمایت های شما نیاز داریم برای ادامه راه. که دیگه میدونی که این خیلی بچه‌ها صحبت کردیم. مثلا شاید 10 دقیقه صحبت کردیم در این باره، ولی هیچ کدومش رو ضبط نکردیم. 10 دقیقه فقط اختتامیش بود. که ما بگیم آره مثلا فلان. واقعا میگم خیلی، چون الان واقعا هم نمیدونم شاید 2 نفرم تا اینجای ویدیو ندیدن، ولی از هر نفری هم که دیدین سابو بزنید. چون مثلا من به زور عرفانو میکشیدم گفتم مثلا بیا بگیر فلان اینا. آره چون اینجوری بود که وقتیش که ساب نمیکنه اصلا برای چی؟ آره یه جور نگاه کنید دل سردی بود. حالا ما خودمون 2 تا مثلا ویدیو گذاشتیم داخل پیجمون تا اینجای کار. این ویدیو 3 میشه این کار. ویدیو 3 4 نمیدونم چندم میشه. این ویدیو 4 میشه. آره این ویدیو دیگه معلوم نیست کجا آپلود شه. معلوم نیست کجا آپلود شه. تا اینجای کار زیاد مثلا حمایت ما ندیدیم از بقیه، مثلا نه سابی نه کامنتی نه. حالا ویو که قطعا میخوره، هر ویدیویی بذاری ویو میخوره. یعنی هم تامنیل هم نگاه کنی میشه ویو.
ولی اصل ویو برای ما اینه که شما کل ویدیو احساس میکنم که خیلی تا تای ویدیو رو ندیده بودن، خوششون نیومده از این کار، ولی خب دیگه برای شروع کار اینجوریه ویدیوها، اون هر کی بخواد شروع کنه ویدیوهاش اینجوریه. این بچه‌ها مثلا کل توان ما مثلا با یک وسایل مثلا ابتدایی چی داریم ویدیو میگیریم. ما اگه امکانات داشتیم قطعا ویدیوهامون از این بهتر بود. میگم الان حافظه مثلا پر شد، ویدیو قطع شد، ما نصف صحبت‌ها رفت، الان دهنمون خوش کرد دوباره داریم صحبت و اینجوری دیگه. اگه واقعا دوست داشتین سابو بزنین، حمایت بکنین و جزو اولین نفری باشین که پیج عرفان رو ساب داشته باشه که مثلا 3-4 سال دیگه که مطمئن باشید در ادامه راه خیلی ایده های بهتر و ویدیوها سطحش خیلی میره بالاتر. یعنی برنامه‌ای داریم برای شما که از اول با ما همراه باشید. خیلی برنامه داریم بچه‌ها. من همه برنامه‌ها رو با عرفان طرح کردیم و اینا، ان شاءالله بالا 1000 تا ساب. خیلی ویدیویی به دیگه تو راه هست که قصد ریکوردش دارید. دوست دارم که شما با ما همراه باشید، اولین کسایی باشید که ویدیو رو میبینید و با ما بودین از اول. خب کلا برای شما 5 ثانیه شاید وقت ببره که کامنت حتی بذارین، ساب کنین، لایک رو بزنین، زنگوله رو بزنین. یه کاری کنیم الان باز دوباره حافظه پر نشه، سریعتر بس خداحافظی بزنیم که آره باز قطع نشه ویدیو. همین لایک، سابسکرایب، زنگوله لعنتی رو بزن. آره زنگوله رو بزنین که اگه ویدیوی دیگه گذاشتیم در جریان باشید، چون خیلی ویدیوی دیگه در راه هست. هفته دیگه پر از ویدیو خیلی بود بچه‌ها. مثلا ما ویدیو مثلا گذاشتیم، همون 2 تا ویدیوهایی که حالا گذاشتیم، ویدیوی اولی که گذاشتیم. آره و لایک و ساب نمیشه از روی ویدیو. آره اصلا حمایت نمیشه، یه جور دلسردیه برای ما. و اینجوری بود که لایک و ساب مثلا دوستامون میدیدن چی میدیدن، لایک و ساب نمیشه است و تو لایک رو میزدی لایک نمیرفت اصلا. درست. و باید تا آخر ویدیو حتما ببینید، لایک رو بزنید، چون یوتیوب فکر میکنه باتین. و اینجوری دیگه. خب مرسی که تا اینجای کار با ما همراه بودیم. امیدوارم دوست داشتیم این ویدیو رو. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.